سلام علیکم. سلام علیکم. دلمون خیلی براتون تنگ شده بود. خیلی زیاد. نمیدونیم دل شما هم بر ما تنگ شده بود یا نه. خیلی دلمون زیاد. خیلی براتون تنگ شده بود. خیلی زیاد. دوستای عزیزم سلام میکنم بهتون. کارتون درسته، دمتون گرمه. مرسی که هستین، مرسی که دارین ما رو حمایت میکنین یکی پس از دیگری. امروز دوباره اومدیم با گلی عزیزم در خدمتتون. اومدیم با یک برنامه فوق‌العاده زیبا از نظر بنده. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. بنده یک موضوع فوق‌العاده خفن به نام رفاقت. بله، رفاقت. آره رفاقت. چون که ما با هم دیگه صحبت میکردیم، بعد اینکه دیدیم که آقا هر چیزی که مثلا ما صحبتشو میکنیم و سمتش میریم و مثلا صحبت کردن ما یه سمتی پیدا میکنه، خیلیاش به رفاقت ختم میشه. میدونی؟ یعنی اینکه چه از نظر رفیق، حالا مثلا پسرها که رفیق، دوستایی که رفیقای منن یا همینطور برای گلی، و اینکه چه از نظر رابطه خودمون، چه از نظر پدر مادر، چه از نظر خانواده، چه از نظر شغل، توی اینا رفاقت خیلی به نظر من نقش پررنگی داره. نظر منم دقیقاً همینه، چون که ما کلاً از بچگی بخوایم نگاه کنیم آدمای رفیق بازی بودیم همیشه، و این رو هم من فکر میکنم از توی خانواده هامون یاد گرفتیم و تموم ارتباطاتی که من خودم به شخص دارم و همینطور حالا نیما که نگاه میکنم، روابطمون با انسانای اطرافمون که برامون مهم هستن، اون رفاقت خیلی پررنگه. به قول نیما، حالا چه پدر و مادر، خانواده، خواهر برادر باشه، ارتباط خودم و نیما، حالا یا دوستا و رفیقایی که داریم، حالا جدا از این تعدادی که گفتم. و به نظر من رفاقت خیلی چیز قشنگ و ناب و ویژه‌ایه. قشنگ نابه گلی. دقیقاً این نابی رو که گفتی خیلی به نظر من به رفاقت میخوره. رفاقت خیلی اتفاق خفن و اتفاق نابی به قول تو. و میخوایم راجع به این داستان صحبت کنیم با هم دیگه، یکم بازش کنیم ببینیم چیه قضیهش. و مرسی از شما که میدونم لایک میکنید، کامنت میذارید، سابسکرایب میکنید و اینکه دارید حمایت میکنید. ما هم سعی میکنیم که توی کانال کلا هم یاد بدیم، هم بخندونیم که مفید واقع شده باشیم. اوکی؟ پس بریم با هم دیگه برنامه شروع کنیم دیگه. بریم. حاضریم؟ بریم. بزن که بریم. بوده است. رفیق واقعی کیه؟ رفیق واقعی کیه؟ چه سوال خوبی. خیلی سوال قشنگیه به نظرم. رفیق واقعی به نظر من تویی. به نظر منم تویی. ولی خب واقعا این هست که ما رفیقای واقعی هم دیگه هستیم، هرچند که ما رفیقای خیلی خوب دیگه هم داریم 100% که خیلی بهمون نزدیکن. ما تجربهش کردیم رفاقت، به خاطر همین داریم راجعش صحبت میکنیم. ولی رفیق واقعی به نظر من خیلی معیارا داره. خیلی خیلی پیچیده است، چون خب ما فقط نظرهای شخصی خودمون رو میگیم دیگه و اینکه از این دید داریم بهش نگاه میکنیم. از نظر من رفیق واقعی رفیقیه که تو رو همین جوری که هستی، با تمام ضعفات، نقاط قوتت، غمهات، شادیات، بود و نبودهات، با همه اینها بپذیره. خب و جدا از این از تو انتظاری نداشته باشه و اون هم همینقدر برای تو باشه. یعنی اینکه یک طرفه نباشه توی اون رابطه، هر چیزی متقابل باشه. تموم این چیزایی که گفتم متقابل باشه حالا توی بین اون دو نفر. دقیقا. و چیزی که حالا کلی بخوام بگم در رابطه با رفیق واقعی، کسی که این حالا صفاتو داشته باشه. منم خیلی باهات موافقم. و اینکه همونجور که گفتم به نظر من رفاقت خیلی معیارایی. ببین رفاقت میدونی یعنی راجبه یه چیز خیلی سفت و محکم داریم صحبت میکنیم، چون که دوستی حالا اینکه آقا یارو رفیقمه به کلام و اینا، نه. رفاقت چیزیه که به نظر من تو باید
جربوزه تا اون پس دادن داشته باشی. میدونی تو باید جور رفیق تو بکشی، بتونی بکشی، نه به معنای کلمه میگم، واقعا بتونی این کار رو انجام بدی. یکی هست میگه آقا یارو رفیقمه، در صورتی که فقط یه سلام علیک باشه، مثلا سلام چکرم خوبی، مثلا انقدر من حساسم روی این نمیدونم. آره این رفیق نیست، این رفیق نیست. میدونی این آشناه یارو، این فرق بین آشنا و دوست و اینجور چیزا به نظر من باید یعنی یه مرز بینشون باید باشه. دقیقاً. میدونی و اینکه رفیق واقعی میگم معیارهای زیادی داره. اینکه تو همونی که خودت هستی پیش اون باشی، یعنی نخوای خودتو سانسور یا فیلتر بکنی. این یکی از چیزهایی که من میتونم بهش اشاره کنم. دقیقاً. این چیزی که حالا این داستانی که گفتی دوست و رفیق آشنا، من بی نهایت روی این قضیه حساسم. مثلا یه سری و اینو اینجا اضافه کنم که کسایی که واقعا رفاقت کردن و رفاقت دیدن میتونن روی این رو تشخیص بدن و بخوان اینا رو از هم جدا کنن. چون مثلا من واقعا یه سریال میبینم، مثلا طرف چه میدونم حالا داره راجع به همسایه‌اش حرف میزنه، همسایه که سلام علیک داره، حالا یا 2 بار با هم 2 تا مکالمه توی آسانسور داشتن، بعد بهش میگه رفیقم. دقیقاً. این خیلی بزرگه، رفاقت دقیقا. خیلی بزرگتر از این چیزاست. و چیزی که همیشه من بهش فکر میکنم و برام خیلی عجیبه، انسان‌هایی هستن که رفیق قدیمی ندارن یا رفیق ندارن. خیلی بهش فکر میکنم، چون میبینم یه سری آدم ها رو، میگم تو به این لحظه زندگیشون رو چطوری گذروندن. چون خیلی برای من درک نشدنیه. اونا به نظر من کلا توی بعد دیگه، اصلا به نظر من یه جای دیگه دارن زندگی میکنن. چون که تو با داشتن رفیقی که رشد میکنی، تو با رد و بدل کردن اطلاعات و چیزایی که میدونی رشد میکنی و باعث میشه یه کسی دیگه رشد کنه. میدونی یعنی تو باید تو این زنجیر قرار بگیری تا محکم و پیوسته بشی. و کسایی که دوست و رفیق ندارن به نظر من خیلی یه سری چیزا رو بلد نیستن. میدونی به نظر من بحث خوب و بد نیست، ولی سلیقه شخصی ماست این کل این صحبت ها. آره دقیقاً. ولی کسایی که رفیق ندارن به نظرم اگه ما از اینور میریم او داره اونور میره کلا. یعنی یه شکل دیگه است. خب نیما، نظرت راجع به فرق رفاقت‌های قدیم و جدید چیه؟ رفاقت‌های قدیم و جدید سوال باحال پرسیدی گلی. ببین رفاقت جدیدی به نظر من وجود نداره. در کل رفاقت جدیدی وجود نداره، چون که یه شخص به نظر من باید 10 سال با تو رابطه داشته باشه تا بتونه داخل اون کاتگوری رفیق ها قرار بگیره. میدونی بنابراین به نظر من رفیق جدیدی اصلا وجود نداره. کسایی که جدیدن همه دوستن، در یک مرحله آزمایشن برای تبدیل شدن به رفیق. میدونی نظر من اینه در کل. آره با حرفت موافقم تا حدود خیلی زیادی، ولی خب به نظر من یه سری انسان ها هستن که پتانسیل این رو دارن که توی 1-2 سال بتونن برای تو بشن رفیق. میدونی؟ یعنی تجربه شخصی خودم رو میگم. یعنی یه سری ها هستن انقدر رفیقن، انقدر با مرام و با درک و شعورن و انقدر هستن توی رفاقته ها که پتانسیل این رو دارن که توی 1 سال یا 2 سال که ما اینجا تجربهش کردیم. دقیقاً گلی. میخواستم بگم که آره. خوبی این صحبت ها اینه که آدم اگه بهش دقت کنه میتونه خیلی چیزهای جدید و خوبی رو یاد بگیره. توی همین صحبت که من اول شما گفتم نه رفیق جدید وجود نداره، هنوزم هستم رو حرفم، نه اینکه نیستم رو حرفم، ولی یک سری استثناء میتونه وجود داشته باشه. قبول دارم حرفتو گلی، قبول دارم. یه سری آدما انقدر با تو میجوشن و وقتی که میبینیشون انقدر بهشون نزدیک میشی که و انقدر خالصانه آره هستن. توی کاتگوری رفاقتن. ولی خب من خودم شخصا رفاقت رو یک طوری تجربه کردم و یک طوری لمسش کردم. خب خیلی باید آدم بزرگی باشی تا بتونی یعنی کسی که میگیم این خصوصیاتو داره خیلی آدم بزرگ و خیلی آدم خفنی از نظر من. دقیقاً موافقم کاملا. یه سوال ازت دارم گلی. بفهمید. به نظرت رفیق تو سختی خودشو نشون میده؟ یعنی آره است جوابت؟ جواب من آره است. به خاطر اینکه بخوام مسئله رو یکم بازش کنم، چون که آدما توی حالا هر لولی دوست باشن، رفیق باشن، آشنا باشن، حالا یا هر چیزی، شاد بودن و یا شادی کردن خیلی بهتر و راحت‌تر میتونن اجرا کنن و انجامش بدن. خب ولی اینکه توی اون سختیه اون کسی که کنار تو هستش،
اون حالا رابطه‌ای که با تو داره و اون حالا هم فکری که به تو میده حتما قرار نیست کار خاصی انجام بده، همین که حتی بی کلام کنار تو بشینه، یا اینکه مثلا فقط یه روز مثلا توی اون سختی که تو هستی چه میدونم یه پیامی برای تو بفرسته یا یه مکالمه‌ای با تو داشته باشه که تو بودنش رو حس کنی و اون برای تو دلگرمی باشه. ایناست که این تفاوته اینجاست که توی رفاقت هست و توی چیزای دیگه نیست. دقیقاً. به نظر منم توی سختی خیلی آدم خیلی خودشو نشون میده از نظر من. اینکه یه چیز خیلی کلیشه، اینکه تو مثلا اگر که 100,000 تومان پول داشته باشی بیای 2,000 تومان برای من خرج کنی، خب چیز خیلی خفنی نیست. حالا فقط مالی رو مثال میزنم چون که ملموس تره، میدونی؟ دمت هم گرم. ولی خب چیز حالا مثلا خیلی خفنی نیست. آره مثال میزنم فقط که اینو بذاریم یه معیار، میدونی؟ یه معیار برای همه چیز. اوکی؟ اینکه تو مثال تو اگر که یه دونه رفیق داشته باشی، مثلا من تنها کسی باشم که تو زندگیت باشم 24 به من زنگ بزنی، که خب میگم آقا دیگه یارو کسی رو نداره، من بذارم مثلا باهاش صحبت کنم. ولی اینکه تو 10,000 نفر آدم دیگه داشته باشی بیای مثلا به من زنگ بزنی بخوای وقتو برای من بگذرون، این برای من خیلی مهمه. منظورم اینه، یعنی توی تمام دسته‌بندی‌ها میتونی قرار بدی این قضیه رو. کسی که خیلی سر شلوغ باشه آقا، حالا به نسبت سن و سال تینیجر باشن کلی برنامه داشته باشن، بعد نمیدونم میدونی همینجوری به نسبت سن و سال و نسبت چیزایی که داره بیاد واسه من تایم بذاره مشخص میکنه خودشو. اولویت. آره این که تو اولویت باشی و همون حرفی که تو زدی دیگه. تو اگه همین الان بری داخل خیابون به یکی بگی آقا مثلا بیا بریم با هم شادی کنیم، یارو با کله میدو آقا هر کیو رندوم شما برین داخل سرت از پنجره بکن بیرون بگو آقا میای با آقا بشین دو پیک عرق بخوریم، همه میان عدم. من که یارو مثلا کبدش خراب باشه، میدونی چی میگم؟ ولی آقا برو بگو من این مشکلی برام پیش اومده، بیا این مشکل حل کن. خیلی کم آدمای خیلی کمی هستن که میان و آره به نظر من رفیق خودش داخل سختی نشون میده و سفر. این خیلی مهمه. و سفر آفرین. آره. هستم. آره تو سفر به نظرم خیلی خوب میتونی بشناسی، حتی سفرهای 4-5 روزه، میدونی؟ آره. چون که تبدیل میشه به یه زندگی و خیلی اون چهره اصلی خودش رو نمایان میکنه. موافقم. الان من یه سوال از تو دارم. جان سپاسگزارم. مرز رفاقت و خودخواهی چیه از نظر تو؟ یعنی اینکه آیا همیشه باید برای رفیقت مایه بذاری؟ حدش چیه؟ حدش تا کجاست به نظرت؟ حد داره اصلا یا نداره؟ خیلی سوال باحالی پرسیدی. به خاطر اینکه میخوام از تجربه خودم بگم توی این داستان. ببین این دو مدله به نظر من. من خودم هم واقعا نمیدونم خوب و بدش کجاه. میتونیم با هم دیگه تصمیم بگیریم، شما میتونید حتما برای ما کامنت کنید. این که آقا فکر کن که مثلا تو رفیقت یه جا وایستاده مثلا داره مخدر مصرف میکنه. اوکی؟ خیلی هم با هم رفیقین. بعد از روی خوبی بیاد بگه که آقا مثلا نیما تو هم بیا مثلا این مواد رو با من بزن که با هم دیگه میخواد بهت حال بده. خب یعنی اینکه اون چیزی که داره رو میخواد شیر کنه بین دوتامون که دوتامون با هم حال کنیم. حالا این وسط داره به من ضرر میرسونه یا اینکه داره به من حال میده. میدونی چی میگم؟ این به نظر من خیلی بحث پیچیده‌ایه. شاید یه سری جاها به نفع رفیقتی که تو خودخواه باشی. میدونی یعنی که تو نری آقا مواد رو مثلا تعارف نکنی بهش، با اینکه نمیخواد اون که نمیخواد بیاد تو رو معتاد کنه، میدونی؟ ولی تعارف کردن شاید این کارو بکنه. دقیقاً شاید بکنه، همینو میگم. وگرنه قصد اون که معتاد کردن و مثلا از بین بردن تو نیست. میخواد حال بده آقا بیا با هم حال کنه. خودش هم کلش داغه، داره بهش خوش میگذره، میگه بذار حال اینم خوب کنه. خودش هم اصلا از این موضوع اطلاعی نداره که آقا اگه اینو بزنه ممکنه خیلی خوشش بیاد، بره دیگه بزنه زیرش هم 24. میدونی شاید به نظر من به خاطر این قضایا خوب اینه که بعضی وقتا خودخواه باشی. خب مثلا در این رابطه که بعد همیشه برای رفیقت مایه بذاری چی؟ یعنی که حد این رابطه کجاست؟ حد داره یا نداره؟ حد داره. به نظر من حد داره به خاطر اینکه یه سری جاها رفیقت تو بیراهه میفته، تو براش مایه میذاری بیشتر هولش میدی تو بیراهه. میدونی چی میگن؟ بعضی جاها مایه گذاشتن اینه که تو
کم محلی کنی، بعضی جا مایه گذاشتن اینه که تو دعوا کنی، بعضی جا مایه گذاشتن اینه که تو داد بزنی سرش، بعضی جا مایه گذاشتن اینه که تو کتکش بزنی حتی. میدونی چی میگم؟ به نظر من این شکلیه این داستان. موافقم با حرفات، خیلی قشنگ گفتی. خیلی. خب نظر خودت چیه؟ نظر شخصی من اینه که چون من خودم توی رفاقت اینطوریم و تو هم میدونی که مثلا اگر که حالا رابطه که با رفیقم دارم، به قول تو اگر بدونم که باید یکم بیام این ور که به خودش بیاد این کارو میکنم. اگه بدونم الان نیازه که فلان برخوردو باش بکنم، یکم تشر برم بهش، این کارو میکنم. و اینا هم ایناست که رفاقتو میسازه. اصلا اینا باید باشه. نه اینکه رفاقت به این معنی نیستش که رفیق من هر چی که گفت یا هر کاری از من خواست یا هر نظری که داشت من باید بگم آره 100% هستم تا تهش. اوکی من همیشه هستم، ولی وقتی که ببینم طرف داره یه اشتباهی میکنه یا راهی رو به قول تو داره اشتباه میره، اینجا نباید باشه. نباید پوشش کنم که بیشتر چیز بشه. دقیقاً همینه. دقیقاً منم باهات موافقم. و اگر که مرزبندی وجود نداشته باشه، به نظر من اون رفاقت درستی نیست. چون که من و رفیقم همیشه نمیتونیم نظرامون با هم یکی باشه و من و رفیقم همیشه نمیتونیم تو مسیر درست باشیم. میدونی بعضی جاها من نیاز دارم که رفیقم ترمزمو بکشه و فکر میکنم این شکلی بهتر بشه. زیبا بود. متشکرم. موضوعی که میخوام مطرح کنم گلی رفیق نابابه. رفیق ناباب چه تأثیری تو زندگی ما داره؟ رفیق ناباب خب وقتی که اسمش رفیقه یعنی این که تو خیلی براش ارزش قائلی و خیلی به تو نزدیکه. اوکی؟ خب اسمش روشه رفیق. حالا اگه این رفیق ناباب باشه یعنی یه سری خصلت‌های بد داشته باشه، یه سری رفتارهای بد داشته باشه و بخواد تو رو سوق بده به طرف اونا، خب این رفیق ناباب میشه و خیلی چیز بدیه و خیلی چیز سختیه که فکر می‌کنم هممون تجربهش کرده باشیم. توف سربالاه در آره، چون که از این ور رفیقت عاشقشی و دلت نمیخواد از دستش بدی چون واقعا رفیقت دیگه، عاشقشی. از طرف دیگه هم میبینی که هم داره به خودش ضربه میزنه هم داره به تو ضربه میزنه، تو مجبور میشی به قول تو توی اون یک کم قبل ترمز داستانو بکشی. آره دقیقاً. بسه دیگه، چون به شدت کلن همنشین آدمایی که ما باهاشون خیلی در ارتباطیم تأثیر بسیار زیادی دارن توی شخصیت ما، توی رفتار ما، توی افکار ما و مخصوصا اینکه اون رفیقت باشه و به شدت میتونه تاثیرگذار باشه توی رابطه رفیق ناباب متاسفانه. آره قبول دارم و این کلا توف سرباله، چون که تو بخوای پا به پاش بری خب بدبخت میشی. اگه بخوای پا به پاش نری همش مکافات و همش دردسر و همش اعصاب خوردیه و اینا. ولی بگم کسی که رفیق باشه، اگر که بحث رفاقت باشه، این همون رفاقتی که ما گفتیم خیلی محکم به هم دیگه باشه، تو وقتی که رفیق تبدیل میشه به یه رفیق، یعنی سویچ میکنه روی یه رفیق ناباب، تو باید درش بیاری از اون شرایط. ولی نمیتونی همیشه. اگر که رفیقت باشه تو موظفی که، نمیگم میتونی، معلومه خب همیشه یعنی تو 100% موفق نمیشی، ولی تو باید تمام تلاش خودتو بکنی برای این داستان. میدونی برای اینکه از اون داستان بکشیش بیرون. یه جایی میبینی دیگه نمیشه، شاید طرد کردنش بهترین کمک باشه بهش. اینم خودش یه کاریه که تو باز به سختی انجام دادی، خودت اذیت شدی که اونو بذاری کنار که شاید به خودش بیاد. آره موافقم. منم موافقم. الان این چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنی و نظرتو بگی، رفاقت بین زن و مرده. کلا نظر شخصیت راجع به این ارتباط و این رفاقت چیه؟ این چیزی که الان خب خیلی ترند شده داخل ایران و خیلی ها دارن راجع بهش صحبت میکنن که دوست اجتماعی بهش میگن داخل ایران. و چقدر توی کلامت چقدر صحبتایی که میبینیم توی ایران راجع به این دوست اجتماعی صحبت کردنه چقدر برای ما عجیبه. دقیقاً عجیبه. یه چیزی بگم راجع به این قضیه. من دوستای دختر خیلی زیادی دارم که خیلی باهاشون رابطه دارم، خیلی هم باهاشون رابطه هم خوبه. شاید 20 ساله که با هم دیگه رابطه داریم و با هم دیگه رفیق موندیم. از رفیقای خیلی خوب منم هستن و این قضیه رو درکش تجربهش کردم، بخاطر همین میخوام راجع بهش صحبت کنم. ببین داستان این شکلیه که خیلی پر بیراه نمیگن کسایی که این حرفو دارن میزنن. میدونی میگن که آقا این نه خوب نیست، نه نباید، این یک شکارچی خفته است و نمیدونم یه سری الفاظ خفن هم هست به کار میبرن خودشون.
خیلی هم بیراه نمیگم، ولی این همیشه صدق نمیکنه. راجع به همه نیست. همیشه صدق نمیکنه. دقیقاً میگم من خودم رفیقای زیادی دارم، تو خودت رفیقای زیادی داری و هنوزم باهاشون رابطه داری، منم هنوزم باهاشون رابطه دارم. از طریق همدیگه با اونا هم رفیق شدیم و تبدیل شدیم به چند تا رفیق دارم. ولی این قضیه مستلزم اینه که تو چه جور شخصیتی داشته باشی، میدونی تو کی باشی. این که من بخوام یه پسری باشم که مثلا رفیق صمیمی صورتش اینجایی بخوام اینطوری مثلا اینجا رو نگاه کنم که مثلا سینه هاش باشه، خب منی که همچین آدمیم من نمیتونم وارد این رابطه بشم. میدونی این نمیتونه اون رفاقته باشه. این نمیشه وقتی که تو چشم و دلت، یعنی که تو وقتی که هنوز نر و ماده برای تو حل نشده باشه، این قضیه کامل برطرف نشده، تو نمیتونی وارد این رابطه بشی. و در واقع این که رفاقت اجتماعی چیزیه که من اصلا قبول ندارم، من فعلا این به نظر من چرت و پرت محضه که اصلا قبول ندارم. ولی میگم یه سریشون درست میگن چون که فرهنگشو ندارن. این در واقع یه فرهنگ میخواد. گلی آفرین. کاملا با حرفات موافقم و اینکه این برمیگرده، نمیدونم کلمه قشنگیه که بخوام به کار ببرم یا نه، برمیگرده به ذات آدما. یعنی برمیگرده به ذات آدما، چون که واقعا تو باید ذات خوبی داشته باشی که بتونی این رفاقته. مثلا من یه دخترم، اگر که یه رفیق پسر دارم که کلی دارم که خیلی هم برام رفیقن و عاشقشونم، باید از نظر رفاقتی فرقی نکنه با رفیق دختری که دارم. دقیقاً. بتونم این رو درک کنم و با این دید نگاه کنم. وقتی که من نمیتونم اینجوری فکر کنم و مثلا فکر دیگه‌ای، دید دیگه‌ای، حس دیگه‌ای دارم نسبت به اون رفیق پسری که دارم، خب 100% میشه همین چیزایی که الان تو ایران دارن تعریف میکنن دیگه. به نظر من این قضیه فرهنگ میخواد. آره. فرهنگ، اگه فرهنگشو داشته باشی اتفاقا خیلی چیز جالبیه، بسیار زیباست. چون که تو میتونی درک کنی، میتونی یاد بگیری، میتونی آقا من همون موقع که اول با تو دوست شده بودم، خب یه سری چیزها رو من نمیدونستم به عنوان یه پسر. مثلا دوستایی که دخترها میگفتن این مثلا دوست دخترت میاد، مثلا این کارو نکن، دخترها دوست ندارن، این کارو بکن. دخترها میدونی چی میگم، اونا من راهنمایی میکردن. خب این خیلی رفاقت باحالیه دیگه، میدونی چی میگم. و اینکه تو اگه بتونی ازش استفاده کنی، تو اگه فرهنگش داشته باشی، به نظر من چیز جالبی. ببین یه موضوع باحال دارم برات کلی، اونم دور بودن و نزدیک بودنه. یعنی رفاقت از راه دور به نظرت شدنیه؟ انجام شدنیه رفاقت از راه دور؟ آره، ما الان رفاقت هامون اکثرشون از راه دوره. الان رفاقتمون که با خانوادهمون داریم از راه دوره، رفاقتی که با حالا فامیلمون داریم از راه دوره، رفاقتی که با رفیقامون داریم که حالا راههای دورن، این ور اون ور، این کشور اون کشورن، همش از راه دوره. و اتفاقا جنسش، شکلش، رنگش از راه دور یکم تغییر میکنه و احساس من اینه که حالا توی آدمای متفاوت هم متفاوت تره ها این شکل و رنگ و بویی که گفتم. آره. ولی از دید تو، از دید من و بین یه سری افراد حتی میتونه عمیق‌تر هم باشه. یعنی رفاقت خفن‌تر بشه. آره. از راه دور، آره، این دلتنگیه، این راه دور بودنه روی خیلی چیزا میتونه تاثیر خیلی مثبتی بذاره. مثلا اگر رفیقی که پیشش بودی حالا خیلی آدم حساسی بود، که این رفیقا هم ما داریم که خیلی آره بچه حساسی بود، یه سری چیزا خیلی تحت تاثیرش قرار میداد، ناراحتش میکرد یا خیلی خوشحالش میکرد یا هر چیزی، این دور بودن یه خورده اینا رو شسته رفته تر میکنه. دقیقاً قبول دارم. نظر تو چیه؟ چند وقت پیش تولدم بود. تولدم مبارک باشه. تولد مبارک. که 100 ساله بشم. چند وقت پیش تولدم بود. بعد با یکی از دوستان به خاطر حالا یه مدت خود تو ایران اینترنت قطع شده بود، یه مدت درگیر یه سری مسائل بودیم، هم من هم اون نمیتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم، حتی تلفنی. و فکر میکنم که نزدیک 1 سال شد که با هم دیگه صحبت نکردیم. 1 سال. و اینی که دارم میگم رفیقم، یعنی در واقع تو همون کاتگوری رفیقی که صحبت کردیم راجبش جا میگیره. موقعی که زنگ زد برای تولدم بهم، یه دفعه گوشیو که جواب دادم گفتم این چه قیافه تو داری، این چه صورت، چرا صورت؟ او گفت
چرا قد پیر شدی مردی که فلان فلان شدی. من گفتم بابا دهنتو یه 10 دقیقه یه رو اصلا بعد از 1 سال با هم دیگه شروع کردیم و اینا کلی خندیدیم و دیگه خسته شدیم گفتیم خب چه خبر خوبی تو معلوم از کجایی. میدونی چی میگم؟ یعنی اینکه هر چقدر که از هم فاصله داشته باشی، هر چقدر که دور باشی، وقتی که دوباره اولین کلمه رو که باهاش صحبت کنی دوباره برمیگردی به همون رابطه. نه یعنی این رابطه ها همیشه تو قلب و تو دله. میدونی چی میگم؟ و دقیقا همون چیزی که تو میگی وقتی که میای اینجا بیشتر خودشو نشون میده که تو قلباً کیو بیشتر دوست داشتی. میدونی ناخودآگاه تو کیو بیشتر پسند میکرد. کاملا موافقم و خیلی این بحث رفاقت خیلی عمیقه و خیلی با احساسات من به شدت بازی میکنه. آره دقیقاً و امیدوارم که رفیقامون هر جایی که هستن سالم باشن، سرحال، سلامت و تندرست. حالا چیزی که من میخوام بگم راجع به رفاقت و حسادت. آیا بین رفیقا حسادت پیش میاد از نظر تو؟ تجربه کردی یا نه؟ حسادت به معنی اینه که مثلا رفیقم به یه جایی برسه من حسادت کنم یا من به یه جایی برسم؟ رفیقا نه، حالا به هر نوعی. یعنی که مثلا چه میدونم تو چند تا رفیق داری دیگه، بعد رابطت حالا با این یکی یکم، حالا این یه مدتی یکم بیشتره، اون یکی بفهمه حسادت کنه که آره مثلا با فلانی بیشتری با من نیستی. هم این هم از دید اون که آره آخه اون که تو گفتی نمیشه بین رفاقت. دقیقا همینو میگم این اصلا اون اصلا نمیشه. مثلا رفیق تو پیشرفت کنه اگر یکی تو بخوای حسادت کنی اصلا رفیق نیستی. دقیقا. نه اون خواستم بگم که نه اگه منظورت همچین چیزیه، نه همچین چیزی نیست. مثلا تو رفاقتایی که حالا من تجربه کردم یا تو تجربه کردی و تو رابطه که من و تو با هم دیگه داریم، چون ما بیشتر از این که با هم دیگه زن و شوهر باشیم رفیقیم با هم. دقیقاً. آره. و نه اون مورد اصلا وجود نداره. ولی اینکه حسادت کنم که آقا مثلا رفیق صمیمی من، البته الان که دیگه خب نه، ولی اون موقع که مخصوصا سنمون پایین‌تر بود چرا پیش میومد که این رفیق صمیمی چرا با اون زنگ زد اول با اون رفته بیرون با من نیومده، پس منم 2 روز براش میرم تو قیافه که مثلا بفهمه من این قضیه. میدونی چی میگم؟ این داستانا پیش میومده. اینم به خاطر اون عشق زیاده است. آخه تو آدمی که دوستش نداشته باشی که بهش اصلا کاریش نداری که. میدونی چی میگم؟ تو هر کی که بیشتر عاشقش باشی شاید بیشتر بهش حسادت کنی. میدونی چی میگم؟ و آره این موضوع پیش اومده بود داخل تینیجری ما و یه چیز باحال بود. با 2 تا بچه‌ها نشسته بودیم داخل پارک، بعد شب خونه یکی از دوستامون کسی نبود، پدر مادرش رفته بودن، مال خیلی وقت پیشه. پدر مادرش رفته بودن، بعد اون میخواست به من مسیج، اون موقع مسیج بود، یعنی خیلی قدیمیه داستان، مسیج بده که نیما مثلا فلانی بغلمون بود او پسرم فلانی رو بپیچون که بریم خونه ما. خب بعد اسم برده بود که مثلا نیما مثلا گلی رو بپیچون بریم خونه ما. بعد اومده بود همه رو نوشته بود سند کرده بود برای گلی. همونجا رفاقت به اتمام رسید. واقعا چی شد؟ اینطوری نگاه کرد بگو آشغال کثافت فلان فلان شده یه لاشیه فلان. خب من چه کارت کردم؟ داستان شد دیگه کلا. و آره بوده همچین مسائلی بوده. آره توی رفاقت همچین چیزایی مخصوصا به قول تو الان نه دیگه، ولی قبلا چرا بود. آره چون آدم رشد میکنه دیگه. احساساتم و خب باحال بودن اونها دیگه. ولی خب مثلا عمومی من داستان کردم تعریف مثلا اون موقع رفاقت‌ها خیلی پخته نشدن. میدونی مثلا رفاقت هر چقدر که ازش بیشتر میگذره تو بیشتر پخته میشی. مثل قرمه سبزی میمونه. دقیقاً. رفیق باید بذاری تو یخچال پس فردا بخوریش. دقیقاً. سوالی که ازت دارم اینه که چرا رفاقت‌ها تموم میشن؟ چرا به پایان میرسن؟ رفاقت 5 minutes later. میتونه تغییرات باشه، میتونه آدمایی که تو زندگی رفیقت میان، مثلا چه میدونم، مثلا میگم مثلا تو با یکی رفیقی
بعد با من ازدواج کردی، بعد من یه تأثیراتی روی تو بذارم و یه خواسته هایی از تو داشته باشم که تو به خاطر ارتباطت با من مجبور شی که اون رابطه رو تموم کنی. آخه بازم این حل شده است به نظر من. یعنی تو میتونی برای من یا برای رفیقت یه سری چیزها رو جا بندازی. نمیدونم واقعا. اوکی. ببین آره کلا سوال سختی بود. خیلی سخته چون سختی نمیدونم واقعا. ولی فکر میکنم که الان در حال حاضر توی این سن و سالی که من هستم، توی 38 سالی که همینطور که گفتم چند پیش تولدم بوده، مبارک باشه، 38 سال شدم. توی 38 سالگی فکر میکنم یک سری معیارها وجود داره داخل رفاقت که توی زندگیم در واقع بهتره بگم توی زندگیم یک سری معیارها وجود داره و یک سری خط قرمزها وجود داره که نباید از اون خط قرمزهای من یعنی نباید به خط قرمزهای من تجاوز کنی. میدونی اگر که این کارو انجام بدی تو هر کسی که باشی ممکنه بتونی از زندگی من بری بیرون. میدونی این قضیه خلاصه میشه در خط فکری من، خلاصه میشه در خانواده من، خلاصه میشه در شرایطی که من داخلش هستم. میدونی اگر که من توی شرایط بدی هستم، توی شرایطی هم که شاید حتی به تو زور بگم، به تو یه چیزایی بگم، تو بخوای پشت من خالی کنی یا اینکه مثلا بخوای همونطوری که گفتم خط قرمزهای من رد بشی، اون رفاقت واسه من تموم میشه. میدونی جایی که من بدونم که اون بازتاب رفاقت رو ندارم، بس انتظار نیست، بس اصلا بس بازتاب رفاقت. وقتی که من اون بازتابو نگیرم از رفیقم، فکر میکنم که اگر که همونجا تموم بشه اون خاطره خیلی زیباتر و خیلی خوشگل‌تر میمونه تو ذهنت. میدونی چون که من خودم به شخصه این قضیه رو تجربه کردم و بعد از یک رفاقت شاید 17-18 ساله با یکی از بچه‌ها به یه جاهایی رسیدیم خب که دیگه نه من اون آدم سابق بودم برای اون، نه اون آدم سابق بود واسه من و هی سعی کردیم که درست، چون که همدیگر خیلی دوست داشتیم، هی سعی کردیم که درستش کنیم و هی بدتر شد. میدونی هی سعی کردیم که هی از این ور میافتاد درستش میکنیم، دوباره از اون ور میافتاد و بعد آخرش همش ریخت. میدونی و اون خاطرات خوبی که داشت داخل ذهن من خیلی کم رنگ تر شد نسبت به این اتفاقات بدی که مثلا شاید تو یک سال افتاد. میدونی چی میگم؟ چون که فکر میکنم کلا انرژی های منفی و فکر میکنم که افکار منفی خیلی قدرت بیشتری دارن نسبت به مثبت‌ها و فکر میکنم که اگر که یه همچین اتفاقی بیفته توی رفاقت بهتره که همونجا تموم بشه. میدونی اگر که قرار باشه تموم باشه بهتره که تموم باشه و اون خوبی‌ها که تو ذهنت هست اونا بمونه، حداقل اونا بمونه. آره اون به نظرم لذتش خیلی خفن‌تره. آره خیلی قشنگ توضیح دادی و من کلا خیلی قشنگ توضیح میدم. خیلی آره موافقم باهات و مثلا اینکه چون تجربه کرده بودی، لمسش کرده بودی، خیلی قشنگ توضیح دادی. متشکرم. خب رسیدیم به سوال آخر. سوال آخر اینه که آیا رفیق مثل خانواده میشه یا نه؟ رفیق به نظر من خانواده است. کلا به نظر من رفیق خانواده است و از عزیزترین های آدمه و شاید بعضی وقتا خانواده هم نزدیکتر باشه به تو. میدونی این داستان عشقه. میدونی داستان احساسه و وقتی که پای عشق و احساس میاد وسط، منطق دیگه اصلا هیچ کاری نیست. میدونی تو هیچ کس نیست که خانواده‌اش دوست نداشته باشه، عاشق خانواده‌اش نباشه، ولی رفیق یه خانواده، یه جمله کلیشه است اینم که تو خودت انتخابش می‌کنی. دقیقاً داشتم به همین فکر می‌کردم. ولی خیلی خفنه واقعا. رفیق خانواده‌ایه که تو خودت انتخابش می‌کنی و خانواده است رفیق. آره دقیقاً این که مثلا ما میگیم که دلم برای ایران تنگ شد، دلم برای خانواده‌ام تنگ شد و اینا، اون رفیقا هم توی اون دایره خانواده وجود دارن. میدونی اونا خانواده ما هن. من بدون اونا نمیتونم هیچ کاری بکنم، من بدون اونا نمیتونم عاشق باشم، من بدون اونا نمیتونم خوشحال باشم، من بدون اونا نمیتونم خیلی کاری که الان میکنم بکنم. حتی اگر مثلا همون مثالی که زدم بعد از 1 سال با هم صحبت کردیم، حتی اگر که مثلا 1 سال یا 2 سال یا 3 سال حتی با هم صحبت نکنیم، میدونی و رفیق به نظر من خود خانواده است. آفرین. کاملا با حرفت موافقم و چیزی که من میخوام بگم اینه که حرف تو که 100%، یعنی اون نظر من هم هستش و چیز دیگه که میخواستم بگم ارتباط شخصی خود من الان که نگاه میکنم با اعضای خانواده‌ام و با یه سری از افرادی که توی فامیلم هستن و باهاشون ارتباط خیلی نزدیکی دارم، دقیقاً من با همشون رفیقم.
دقیقاً. با همشون رفیقم، به شدت هم رفیقم. یعنی مثلا من اگر بخوام بگم که اگه بخوام مثلا یه جایی باشم، خب معرفی کنم بگم که دختر داییم یا دختر خالم یا دختر عموم یا دختر عمم یا پسر خالم وقتی بخوام اینجوری معرفی کنم احساس میکنم خیلی دور میشه، ولی دلم میخواد بگم رفیقم، دختر داییم ولی رفیقمه، یا مثلا دختر عمم دختر عموم ولی رفیقمه، پسر خالم ولی رفیقمه. و بی نهایت من عاشق این احساسم. خیلی احساس خفنی، خیلی احساس خفنی. آره. منم قبول دارم و ماهایی که رفیق داریم به نظرم توی اون دسته‌بندی خوشبختا قرار میگیره. به شدت واقعا توی این زمینه ما به شدت انسان‌های خوششانسی هستیم و خوشبختیم واقعا. و همینجا رفیقامون رو میبوسیم، دستشونو که نه، روشونم نه، روتونم زیاد نکنید واسه من رفیقای من. ولی این که هستین خیلی خوبه، خیلی دوستتون داریم و امیدواریم که همیشه همین شکلی پیش بره و امیدوارم که شما هم بتونین رفاقت رو تجربه کنین یا اگه دارین تجربهش میکنین ازش نهایت لذت رو ببرین، چون که این یه چیز به نظر من فرازمینیه. امیدوارم که اگر تا الان رفیق صمیمی ندارید به زودی یه رفیق صمیمی پیدا کنید که بعدها براتون بشه رفیق قدیمی. دقیقاً. و لذتشو ببرید. چه جمله شاعرانه گفتی گلی دست درم. باش میکنم من خیلی کلمات و شعرهای خیلی خوبی میگم، جملات خیلی زیبایی میگم. دقیقاً. شاعر یه شاعری از خیلی شعر باحالی میگه، گفتن که الان که داریم راجع به رفاقت صحبت میکنیم حتما اینو بگم که میگه رفاقت تعطیل داداش، حال نمی‌کنیم باهاشو که فرق داری با ما، حسابی برو رفاقت تعطیل، منم تو سفرم. شاعرش هیچکس بود اسمش، بزن کف قشنگره، آقای هیچکس. و این شکلی دیگه گفتیم که صحبت کنیم راجع به رفاقت و فکر کنم که حرفای باحالی رد و بدل شد و شما هم حتما نظراتتون رو به ما بگید، با ما در تماس باشید، ما رو دور نندازید و بهش فکر کنید. آره. بهش فکر کنید که چند تا رفیق دارید. به همین بعد از این برنامه بهش واقعا فکر کنید چند تا رفیق دارید و این برنامه رو بفرستین برای اونی که فکر میکنه این خیلی رفیقه باهاتون. آره، و یا اون کسی که نیازه که این برنامه رو ببینه. آره حتما برای هم شیر کنید. امیدوارم که دوست داشته باشید. نه تو چی میگی؟ امیدوارم که دوست داشته بوده باشید. امیدوارم که دوست داشته بوده باشید و به ما که خوش گذشت و صحبت‌های قشنگی بود، لذت بردیم مثل همیشه. شما هم دوست داشته باشید دیگه، لایک کنید، کامنت بذارید و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین حتما. ما همیشه نیازمند یاری سبزتان هستیم. دقیقا سامانه چی بود؟ دختره می اومد خیلی بدبخت، مثلا چه تبلیغی بود؟ دختره می اومد اینجوری با روسری من رنگ و روش پریده بود، در نام چی رنگ و زیبا و سامانه اینا چی کمک کنه؟ ما بدبختیم. نه حالا این کلا رفتی به رفاقت نداشت، دفعه پیش اومد. آره دیگه انسان نرمال خوبه. دمتون گرم بچه‌ها، کارتون درسته. امیدوارم که همه چی براتون منظم و مرتب همونطور که دوست دارید رقم بخوره و اتفاق بیفته. دوباره برمیگردیم با گلی عزیز با برنامه‌های بعدی. مواظب خودتون خیلی باشید. دوستتون داریم شدید به مدت مدید.